شما می‌گویم در امروزه نشستی مربوطه اشتراک دارند سر عدلیه این توجیه نسبت این دقتی خاصه داده است نقل سنه 20 اپریل سال 2021 به اینجا رسید پس از قبول حاضرین گرامی محترم روزنامه‌نگاران خیلی که به شما معلومات مفصلی ریاست عدلیه ولایت سوخت و قرارگوی هیئت مشاوره وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و برای بالان برداشتن سطح معرفتی حقوقی تعلیم و تربیت شهروندان یکی از سمت‌های افزایش‌یابی سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان محسوب یافته توسط فعالیت مقامات دولتی تشکیلات‌ها شهروندان و جلب واسطه‌های اخباری عامه عملی می‌گردد. برای عملی نمودن مقصد و وظیفه‌های بالا و حل مشکلات‌های موجوده در سمت تعلیم و تربیت شهروندان شورای مطابق‌سازی متدی اوید و تعلیم و تربیت شهروندان تأسیس داده شد. رئیس ولایت سوخت رئیس شورا می‌باشد. سردار ریاست عدلیه ولایت سوخت کتیب شورا می‌باشد. باعث قید است که در حدود جمهوری شورای جمهوری مطابق‌سازی متدی اوید و تعلیم و تربیت شهروندان جمهوری تاجیکستان در نزد وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان نیز تأسیس داده شده است و آن کار فعالیت برده ایستاده است. رئیس شورای جمهوری وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان می‌باشد. شورا با مقصد بالان برداشتن سطح فرهنگی حقوقی اهالی تشکیل حس مسئولیت و احترام نسبت به قانون‌ها درک کردن یگانگی و وظیفه‌ها تشکیل و